با سلام و درود فراوان به تمام ایرانیان داخل و مخصوصا ایرانیان خارج از وطن. میخواستم با شما راجع به یه موضوع بسیار مهمی صحبت کنم. برادر یکی از دوستان بسیار عزیزم که خودشون دکتر متخصص هستن به بیماری سرطان خون مبتلا شدن. بیماری سرطان خون امروزه از طریق پیوند سلولی قابل علاجه. حالا چرا گفتم مخصوصا ایرانیان خارج از وطن؟ قبلا در ایران بودجه آزمایش و نگهداری سلول‌های بنیادی وجود داشت، ولی در حال حاضر چنین نیست. در خارج از ایران بانک بین المللی سلول‌های بنیادی حدود 23 میلیون داوطلب وجود داره، ولی این داوطلب‌ها همه اروپایی و آمریکایی هستند و سلول‌هاشون به مریض‌های ما ایرانیان نمیخوره. از شما عزیزان خواهش میکنم با بانک بین المللی سلول‌های بنیادی نزدیک به محل سکونت خودتون تماس بگیرید و ثبت نام کنید. آدرس این مراکز را هم در همین صفحه فیسبوک من خواهید دید. بعد از ثبت نام مشخصات سلول‌های بنیادی شما از طریق دهان یا خون آزمایش میشن و در بانک ثبت میشه. این مشخصات با مشخصات بیمار تطبیق که شد با شما تماس میگیرن و در آن زمان از شما میخوان که 2 تا الی 3 ساعت وقت بذارین برای کمک به این بیمار. در این 2 یا 3 ساعت از شما خون گرفته میشه و به بیمار داده میشه. به همین سادگی، نه بیهوشی داره نه جراحی. من با آشنایی که از ملت فداکار و پرمحبت ایرانی خودمون دارم مطمئن هستم که از این دعوت من استقبال خواهند کرد و به این جوان بیمار و بیماران دیگر و خانوادهشان شانس زندگی دوباره را در این سال نو هدیه خواهند کرد. من از همگی شما عزیزان سپاسگزارم. امیدوارم کامنت های مثبت شما رو در فیسبوک ببینم. یک دنیا ممنونم. شب و روزتون بخیر.